بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم؟ نه داده کسی شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدرت خواه تقایت خواه همسایت شدن میگره و شر نیست نام امام گرفتم. چم بچی خوب بودن، طالب علم بودن، نه طالب علم ها تام الله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن شه از میشد شاید بخاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست. چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشه ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیدن. بعد تماشا کرده میسیش روی از سنگی دست رو زن، وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتن نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی شده که یک مار یا کژدم پیدا شد، در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچی خوب بوده، یگم چند این 16 سوال نوشته. این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیره غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون که بنواد طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شوه مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، ولی قوطاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدن خوب نیست. میچم هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چون به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبراد میره درونی پالیش ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است، او هیچ کراهت نداره. که خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زنت آبازی کنی حمام درام بدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگویی خواندن شر نیست. میشم نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیت آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم همسرم که علاقه جنسی کنم که ازم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیت میشم. کمپیر قید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تا آبریز آمدن گیر. ها بچی خوش رو محمدی و دوستداران اسلام و قرآن
به این روز مبارک و به این روز عبادت و بندگی خوش آمدید میگویم. از خداوند مهربان این روز با سعادت را برای همه شما و امت اسلام روز شادی و خرسندی، روز بازگشت به سوی خدا و روز فراخی رزق و خوشبختی بگرداند و هر مراد و مقصودی که داشته باشید خدای مهربان شما را به مقصودتان، به آرزویتان برساند. الحمدلله که جمعه گذشته محفل مبارک مولد رسول بزرگوار با خوبی با شرکت شما عاشقان محمد و خاندان محمد گذشت و الحمدلله که در آن محفل 10,000 نفره هم زائدتر گوییم بود، کمبودی نشد، کسی شکایتی هم نکرد. الحمدلله به خوبی گذشت و تا سال آینده باز ما و شما را خداوند سلامت دارد که جشن مبارک مولود رسول اکرم یک جایه پیشواز گیریم. امروز هم ایشان مولا محمود جان کجا سفری ضروری داشتیان رفتن و التماس کردن که امروز هم شما جمعه را با مردم بخوانید. صحبتی که میخوام امروز با شما کنم درباره جواب دادن به سوالات شما که مکتوبها چندین وقت بالای میز من خواب بود و که اینها امانت بودن و من نخواستم که هم تو ضایع شوند. بنابر امروز این فرصت استفاده بردم و این امانت خواستم ادا کنم تا اینکه صاحبان این مکتوب که وقت صرف کرده قلم به دست گرفته مکتوب نوشته‌اند خرسند شوند. البته وقتی ما چند قدر گنجاند به مقدار گنجایش با شما انشاءالله صحبت میکنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأهل بيته أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك آمين يا رب العالمين. سلام بابایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یکی حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه با دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد یک سال زندگی امان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر
خوب نشد. برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. به امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. دویم فرزندم تولد یافت، اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیان. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر با او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم. من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم. با احترام خواهر شما. خواهر عزیز انشاءالله صبر کن، به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما می توانید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند، خواه خوشتامنتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابراین مشورت من برای شما جدا شدن نیست. زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند. شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابراین شوهر دیگر هم کنی او فرزندای تو را دوست نمیدارد. بنابراین خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت زندگی کن و اخلاق خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش، انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکند. خب انشاءالله آینده خوب میشد. صبر تلخ است ولیکن بری شیرین دارد. امروز شاید وزبینی ها داری، ناراحتی ها داری، لیکن صبر کن، آهسته آهسته خوب میشد، با خرسند میشین. بابایشان شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من یک نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم. نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما روحی تازه میبخشد، ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار و یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. بابایشان مادر پیر هم دارم که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است.
چشم برای من انتظاری میکشد. خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان. حبیب الله. دادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیان را، چه در غریبی ها هستید چه در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندان تا برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تیاد و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد. دادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنی که ما همینجا 9 سال می استیم یا 8 سال می استیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است، وقتی که شما نیت اقامت کنید. هر شخص غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همینجا یک ماه می ایستم، می تواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازهای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر می خوانی. خداوند نجات یا دادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است. بابایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به یک سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. دادر عزیز، خداوند همه بیمارا را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است، اگر مهلتش بود شده باشد خداوند آسانش کرد و شما هم راحت یابید. او هم اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی، چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید، از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یک ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای ریزینی هم هست، دستکار دستان ده اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد شد. او برای آدم صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن زیر موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدم صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی
خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کنه، لیکن این امر یک چی ضرورت ندارد این که کردنش، او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. او وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشه تیمم میکنیم، او هم ساقط میشه باقی نداره. اما شستشو کنیتان، حمام کنیتان که او هر آدم خبرگیری میبیاد، او اگر هر هفته یک بار دو بار او رو شستشو نکنید بو میکند، آدم ها میدارن سبب نفرتشان میشود، سبب گپ شنوی شما میشود. بنابراین هر با هفته دو بار بیماراتان شستشو کنیتان بچه های خوش رو. بابایشان مؤذن مسجد با آیلش میتواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید، خدا شما را نگه. آره میتواند. امام مسجد، مؤذن مسجد اگر رفت و حولی نداشته باشند، در مسافرت باشند، براشان متولی مسجد یا مردم یک حجره جدا کنندیان از حجره های وقفی مسجد، میتونه در اونجا زندگی کند، میتونه از چراغش استفاده برد، حق دارد. اینه در کتاب وقفم انا محمود الفتاواد هم هست، میتونن مراجعت کنن. بابایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد و از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادری از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبه ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من دیدی استاد است که یک گشتاش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت، نزدیک قیامت میشه را که تا یک موحد، یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و شد کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفته اون وقت قائم و برپا میکنند. شاید هم وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جای تشویشش هم نیست. و یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کنه از سر سازش کردن، با در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن، شب و حجاج بدبخت ایسرش که خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمیکند، ویران کردن و یگان عقیدی ما را هم ویران نمیکند، باقی ندارد. امروز مسلمانای ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند، از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که واید خاموش میشن چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه برای و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترم تر آوازتان نمیبرد. برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف، چی جای اختلاف هستیم میشود این. لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیسته که پشتی گیرید دیدم پوره همتون، لیکن در فتنه انداختن با بلا
السلام علیکم ایشان نوردین جان. من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهر نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدری من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برار دهد. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دارد و سفرش مبارک کند، رزقش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نوردین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد، قاش کشید این وای، می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد، رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنند، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنند، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد. آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنند، بعد از آن رواشان چیزی که میکنند کنند و نماز خوانن باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم میشه رد المختار دن بارها من در این باب. اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر مان عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس‌ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذابش میتید. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت خیش تباراش باشد میتواند صحبت کند، عالم باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروا نکرده باشید، تماشابینها هوس میکنن، چند آرزو میکنن دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در علاو پرتوفتی باید ترس میمره علاو، برای همین نه پرتای خوبترش، یا جا جمع کنی بردی یا چه خرید پرتایتان، لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. اینم در حق من دعا کنید
بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تید و باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جایز. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند، از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشین ساعت های طولانی زدن میگیری هفتمد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد. یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد، این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند، اما شام و ویتر چه خیلی هم تو خواند. لیکن قضایی هر قدر که خواند به گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور الرحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما رو مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیریتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه، زیرا که رسول اکرم گفتن روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل ده میگذرد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیتید شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند، تیمم کنند، نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد، آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنند میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای نشین طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم
ولو الی 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگرچه سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارن، آبی خنک استفاده برن. البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنن، نمازاشان خوانن، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنن. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنن دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگیم ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند. اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند، زیرا اونها ده نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله را دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها را ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارند. اخیر قدم تکلیف از بالا اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه قلم تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زن 300 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشه نه زنش طلاق میشود. دوم رسول اکرم گفتن از کودک نابالغ قلم تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ. مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 است، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگاهی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب و بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از اون لحظه و بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش، هر روز عمرش ده جواب میتید، هر ساعت عمرش ده جواب میتید، هر منوت عمرش ده جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتند و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود قلم تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بنابراین در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند، این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند، خداوند از در آمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این ورد کند، آیت الکرسی را خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب
حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه مثل که ما میخوانیم. علی قاری هم اجازت دادی هستن در سنت ها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیریم. چند آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم. حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابرای خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من، شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه‌تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر بیادون باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم که نوار فرسار پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم. فضیلتاش هم بشه اونجا من گفتگی هستم. بابایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیم، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابرای بچه های عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خوانید. این که از برادر خطش خوانده نمیتونم، آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم با آزار میابیتم چند. اگر میکائیل باشد نام میکائیل درست است، زیرا که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرائیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابر او رو تغییر داد میشه چی حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابر درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نام هایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نام ها رو برگذاشت. خوب لیکن معناش درست است با که ندارد که گذاشته زران نداره بچن. اگر میرکائیل باشد میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره. میرکائیل خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه اینش هم یه معنا دارد. اگه کامل میر گذاشته که خیلی همه میاوای میشه، تام یکی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین ده میری خوانین بداخی. بچی خوب خدا نصیبت کنه. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و 1 شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه میشود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه خداوند این خواهر امرا با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مرد خوب بوای و کمال رسان، مثل پدرشان باریم فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشم نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است.
اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنید. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدی زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید نماز خوان میشود. خوب که نماز خوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد، شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. عبدالمختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم تن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بنابراین این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگه، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرا جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپار در پیشگاه با عظمت خدا قدرت تواناییش ببینه یپانیا را چی تو کرد. در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مون مرا به چلیاسین رفتن نمیمونند، خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چلیاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بچم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چلیاسین رفتن. چلیاسین نه سنت است نه واجب است نه چی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازتیه ضرر نداره. رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چلیاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی سوره حرام بستیم پولش. بابا جان لباس را شویند، پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون، این کس اون بچی خردسال پی گفته، این داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثر بچه ها خواندگی هستند. یا من لباس تانده خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنین نمی رود، شویتون داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست است نماز خانم بگو. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص، در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم.
آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشویی، دستات هم میشویی، دهنت هم میشویی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگیرن که همین رو رو میشویی دستا خلاص پاشان نمیشتیان. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آبا کنش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بندی دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بند نماز میکنی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شستن پا فرض است دادر عزیز. ای بچهای خوش رو هم اصلا این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشان، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابراین کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوششان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب میشود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان ده همیشه گیرید، وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید دو راستا هم که باشه ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پگه عذاب سختی قبر در رو فرو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کامری مفتشای اینا نیست و کامری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوش رو احتیاط کنید در این باب. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم چه وای نماز درست نشد. مادرم نمازهاش شیشته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ شیشتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجدهش رکوعش اشاره کنه. زنی که حامله دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، شیشته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه دو با شیشتگی خواند، اما نیتش راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی خواه عصر میگی خواه دیگر این باکی نداره دین. بنابراین در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست. نیت از زن من اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردم فرض نماز این وقت خواه پیشینه خواه عصر رو آوردم به قبله به جهت کعبه خالصا لله الله اکبر گویی. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم؟
یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نداده کسی. شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بودن، طالب علم بودن. نوه طالب علم ها تامالله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه، اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزاری همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن شه، از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست. چی خوب. او این مار از کجا که براد کوشش میشوه یا پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاة، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش دوی از سنگی دست رو زن، وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم. و این مار دشمن است، مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی سبده که یک مار یا کژدمه پیدا شد، در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تا زنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتن. خب این بچه خوب بوده، یگان چند این 16 سوال نوشته. این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خانم بیا رفته طهارت کنم. البته رو طهارت کنم چون خون که بانواد طهارت میشه کنه، با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخون. بابا جان بالای گوسفند سوار شوه مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال، این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. امچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چون به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت ندارد. بچه خوبه. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه از جمعه درو، گپی آنها را نگی. پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو، نماز ده نرو، یا شام خفتن است شب نرو، من گفش اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانند، بعد از درس پیشیناشان به خانهاشان بخوانم چند. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند، صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان کمپیرها میگویند که موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتاب که او بالای شادی و غم یک جایی میشه. و خیلی ضرر نداره، شادی و غم هم از جانب خدا هست.
این گپای کمپیرکای ما. بچی خوش رود وقتی تو ملا بچی گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیراسیو. این کمپیرای خدا زاده که بجای وقت بیان که بچه موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتاین، در کانال میپرتاین. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همه آب مردم میخورد. کسی که همه موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه، خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پسمانده هاتان در آب پرتاید، لعنت خدا بر شما، لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناشان میگن که بچه من موسور در آب نپرتا، اوبال است. این اوبال است. بنابر بچه های عزیز خاندان تان تاکید کنه اینا رو دوام چکری کنه، حولیاتان در چکری پرتای یک روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنی، یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چکری نادرکار است، همه اما در آبی که می نوشن. من همه کانال پیشخانی ما ده، حتی بعضی ها میگوین که ما رودو اشکمبی گوسپند دیدیم که باید کانال همه از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن اعظمی افلاسی میشود. آخر سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند، لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدا زده بود، دورای شوروی میگه شمونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم، تعریفشان کنیم. بنابر رئیسای محله بشم اینا رو سخت گیرتان. بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است. در سر زمین خودش پاکیزه است، نماز خانه بچن بالاش ده جایز است نماز خواندن. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شده همه روی زمین. پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتن. اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریگ سجده میکردند. بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبرمان در سال 570 تولد شده است و در سال 62 وفات کرد، 632. آیا راست است؟ خوب اختلاف است. 570 بعضیا میگویند، بعضیا 571 میگویند. به هر حال ما همین خشم میدانیم که رسول اکرم روز دوشنبه در 12 ربیع الاول یا اینکه 9 ربیع الاول در سال عام الفیل در مکه مکرمه تولد شدند. خوب اکنون بعضی مورخا این بسانه حساب کردن به میلادی گرداندیان 20 اپریل یا 21 اپریل سال 570. بعضی مورخا 570 میگن آخرش، بعضیا 571 میگن. من ایمان ابوالحسن الندوی سال 571 70 میگوید. من این صاحب رحل المختوم و دیگرها 571 میگن. به هر حال این چیزی مهم نیست. از این خدا پیغمبر شما رو نمیپرسه دادر عزیز که پیغمبر من کدام سال تولد شد. این ضرورت ندارد. خوب این مورخا شاید سالش ده ماش اختلاف کنن، این ضرور نیست. اینه اثبات. ما خودمان بارها من صحبت کردم چگونه که رحیق المختوم صاحبش میگوید 571. او بار دیگر کدام وقتی 70 هم من گفتگی هستم ماه اپریل سال 70. یعنی این قول صاحب فقه سیری
نام شیخ خاطر فراموش خاطرش دارم، حسن ابوالحسن ندوی است. به هر حال رسول اکرم در فصل بهار در 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آمدن. فصل بهار بود. برای آن عزیزان میگم پیغمبر خدا در بهار تولد شد که چگونه بهار زنده کنندی زمین های مرده است، با برآمدن سبزه ها و گل های تر و تازه محمد هم تولدش زنده کننده دل های مرده به نور ایمان و قرآن شد. بنابر رابطه هست بین این. پیغمبر بزرگوار ما 63 سال عمر دیدن. در قرآن کلمه آب 63 بار ذکر شده است. مثل که آب سبب حیات در روی زمین است، بعثت پیغمبر بزرگوار ما هم سبب حیاتی جاودانی برای پیرواش است در روی زمین. خلاصه همین نفشم. خب برادر ما بابا جان بچه دار شده است، نامش کشاورز مانی می شود. کمپیران میگوین این نام در کودک وزبینی میکند. او کمپیر نامقبول کرده. کشاورز میمونی، دهقان میمونی، کاری تو موندن میشه. لیکن نگفتم که بهترین رسول اکرم نام عبدالله گفتن، عبدالوهاب گفتن، عبداللطیف گفتن. خوب وقتی که اگر رفت و همون نام برای شما معقول باشد، با که نداره کشاورز معنای دهقان. خداوند آدم خوب و دهقان و ثروتمند شود. بابا جان به این سوال من جواب گویید. بعد نماز عصر و پیش از نماز شام قرآن خوانیم درست است یا نه؟ آره درست است. کی که میخوانی خواندن میشم قرآن تکرار کن. شخصی بیگانه را آتخان و عکخان گفتن درست است یا نه؟ نه درست نیست میشم. در شریعت عکخان و آتخان و آچخان نیست. این که گپو اگر شیرخوره باشد عمکی گفتن درست است. خوب می شود. مثلا شما از یک مادر شیر خوردید، او بیگانه است، شوهر او برای شما حکم پدر دارد، برادری همون شوهر شما در حکم عمکی را دارد، این ضرر ندارد. زیرا که شیرخوره هم مثل نسبی حساب است. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. رسول اکرم تا. اما یک آدمی بیگانه را عکخان من گویی، بعضی خواهرها هم هستند، یا یک آدمی دیگر آتخان گویی، آچخان، و اینا درست نیست. میشه او رو نکاحش درست است. مثلا یک خواهر یا بچه را عکخان میگیرد، اگر هفته نکاح کنی دیگر چون گیرن نکاحش هم درست است. یا یک کس آتخان میگیرد، اگر هفته همون نکاح کرده به نکاح مسلمان نکاحش درست است. این در اسلام نیست. آتخان و بچه خان و مادر خان این گپا نیست در اسلام. خوب همچون کلانسال احترامش کن، ضرورت نداره آتخان گفتن و عکخان گفتن. بابا نیت غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین یه جایی که قطعی زنت آبازی کنی حمام در آمدی، هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسل که من در کتاب ها است و فرض عین چالموی خواندن شرط نیست بچم. نویت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم، همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیته میشم. کمپیر قدید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سرت آبریز آمدن گیر. ها بچی خوشرون. در حالتی تنها بودن جنابت شد، نیتی غسل را خوانیم یا نخوانیم؟ ای کاری تو میخوانی بخیلی خواندن گیر. بچی ساده بود این. همین سوالی اولنگی فهمیدی که کوش چیه بچم. بابا جان ما یک گروه مخلصان دائمی شما هستیم از شهر دوشنبه. ما شنیدیم که این جمعه آخرین جمعه شماست، گویا شما بیمار شدید و دیگر برآمد نمی کنید. آیا این حقیقت دارد؟ البته این وقتا باز فشاری از کجا خداوند برای ما اینم نصیب کرده بود، شکر پروردگار. گاه فشارم بدن میشد، عصبی میشم. از این خاطر در زبان اون کلماتی در کاری نمی بیاد. برای مولا محمود جان اکثر وقت می براین دیگه حوصلم هم گرفته است و به همین حکومت دارا جنگ جنجال هم حوصلم گرفته.
دیگر بابایشان ما هم صنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد، نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقیتان کنید، دوستیتان کنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. ایرا دوست همون دوست است که دوست از راهی بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قهری نشو، ادامه دادن گیره دوستیتانه، جورگیتانه ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراس کشی، به نشه کشی، به ناس کشی دعوت میکردگی باشد یا به زنک بازی، از اینها دوستی رو بریتان، با اونها دوستی نکنیم. چند بابا جان نام من دلشاد است و نام رفیق هم ابوبکر و نصرت الله و من میگویم که نام دلشاد کتابی هست یا نه؟ اگر نباشد خواهش میکنم به من نام دیگری پیشنهاد کنید. بابا جان در دست من کلمه الله برآمده است و بعد این نماز به شما نشان دهم یا نه؟ نداده. از حاجت اسکلر من بسیار دیدم، هر یک سال پیشتر قریب هر هفته این چیزا می آمد نزد من. الله نوشتگی در پاشو، در دستشو، در پیشانیشو. این با که نداره است اون نابود میشه میره. اما برای شما میگن که نامهاتون همش نام خوب است. ابوبکر هم، نصرت الله هم، دلشاد هم نام خوب است. خداوند همیشه شما را شاد و خرسند دارد. این نام عوض کردنش حاجت نیست. خوبه که وقتی ما هم تمام شده بود است، از یک گذشت اینجا باز مکتوبای دیگری آمده است. خدا خیر من دستی مولا محمود میتیم با شما ده خدا خیر جمعه دیگه خوانده میتید. در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. اولا از خداوند مهربان دعا میکنم که جوانایی که مکتوبها را برای ما ارسال کردند فرستادند، خداوند ثواب طالب علمی را برایشان نصیب کند و برای شما شنوندگان عزیز ثواب سامعی و شنوندگی را نصیب گرداند و برای ما باشد ثواب کتاب بینی و داعیگی را نصیب گرداند. پروردگارا به حرمت اسماء حسنات بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان. به فرزنداشان و فرزند صالح نصیب گردان. مسافراشان و جوانایی که الان در بیرون از ما التماس دعا کردن برای سفر کاریشان، خدایا اینها را در مسافرت ها سلامت دار و سفرشان به خطر گردان، رزقاشان فراخ گردان و بعد از انجام سفر سالم و غانم به خاندانشان بازگردان. اللهم انت الصاحب فی